خب سلام رفقا عزیز، اومدیم با یه ویدیو دیگه از بازی پیپل پلیگراند پارت 3. تو این بازی قراره چیکار کنیم؟ اومدیم پارت قبلی بهتون یاد دادیم که چجوری از دم و دستگاه این قسمت استفاده کنیم. تو این قسمت چه دم و دستگاهی داشت، حالا طرز کارشون و اینا با تنظیمات خوبش اومدم اونا رو بهتون یاد دادم. الان تو این قسمت میخوام بهتون این قسمت رو یاد بدم که این قسمت چی کار میکنه همراه با این قسمت که آمپولا رو قراره هر کدوم چی کار میکنه و چه ویژگی داره و کجا استفاده میشه. این اولی که موسه، هر موقع کارتون با این قسمت رو تموم شد موس بزنین که دیگه بشه حالت عادی. اینی که میبینی اینجا سیمه، موقعی که ژنراتور یا باتری رو میخواین به یه وسیله وصل کنین که برقش جریان پیدا کنه از این استفاده کنین، این برق رو انتقال میده. این زنجیره، این همون لوله هستش که خون و مایعات انتقال میده. بعد این تنابه، این هم که میبینی کابل، یه کابل معمولی، و این هم میبینی سیم مسیه. این داخل سومی، این یک کابل سفته، یعنی به یه چیزی نیاز دارین که بس کنیم بهش که هم بچرخه و مثلا یک کم تکون بخوره و هم سرجش قشنگ وایسه، به این نیازتون میشه. اینی که میزنین یکو بزنین با کیبورد عددا هم بزنین کار میکنه، روشون سویچ میشه. اینا ببینین اینجوری، ولی مثلا این وسطش خم نمیشه. ولی اگه آدم رو انتقال بدین به اینجا از کابل استفاده کنین، ببینین این خم میشه ولی این خم نمیشه، ولی در این حال چرخیدن هم میچرخه. این چوبیشه که میشکنه سری، به دردتون نمیخوره، شاید یه جا به درد. اینا که میبینین گرما رو انتقال میده یا سرما رو. اون دو تا وسیله که بهتون گفتم گرما رو جذب میکنه یا سرما رو. یه سری مپاش هم هستش که داخلش مواد مذاب داره. خب این برای همین به درد میخوره که مثلا وسیله دارین گرمی یا سرد، بخواید اون گرما رو سرما انتقال بدین به یه وسیله دیگه، این انتخاب میکنین، اینو که وصل کنین به اون گرما و سرما رو انتقال میده. الان بهتون میگم. کات. شروع. خب اینو ببینین، این دوتا رو من به هم وصل میکنم، با هم فاصله دارم. بعد میام اینو فعال میکنم، ببین هر دوتا گرم شد. ولی اگه اینو قطع کنین تا الان سرد نمیشه، یکی دیگه انتخاب. ببینید چیز نمیشه، داغ نمیشه من که بهش وصل کنی، ولی اونای دیگه عمل نمیکنه. این فقط مخصوص همینه که گرما و سرما رو، دما رو انتقال بده کلا. اینم که همینه، سیگنال میرسونه، اونای دیگه نمیدونم، ولی از این آبیه سعی کنین استفاده کنین، اونای دیگه شاید مثلا اذیت بکنه. از همین آبی استفاده کنین واسه ساعت شنی و اون کلیده که دکمه انتخاب میکنیم، ماشه کلید، به دردتون میخوره. اینم یه کابل خیلی سفته که کابل قبلیه بود، اون سفت بود، حرکت میکرد، یه کمی حرکت میکنه. این دیگه همونم حرکت نمیکنه. اینجا وصلش کنین، یکو بزنین، این دیگه حرکت نمیکنه. این زمانم وای نستاده ها. خب زمان وایستونی میتونه اینجوری تکونش بید، ولی خب زمان با حالت عادی در بیاد، این تکون نمیخوره. کات. اینی که اینجا میبینی شروع، اینی که اینجا میبینی فنره. به هر چیزی وصل کنین این حالت بازی در میاد. الان نمیایم اینجا وصل کنیم، یکو میزنیم، اینا ببینین اینجوری میشه، نه زیاد نزدیک میشه نه زیاد دور میشه، به دردتون میخوره. اینی که اینجا میبینیم بانداژه. بعضی موقع این آدم رو مثلا با اسلحه شما زخمی میکنین. صبر کن اسپان کنم، اسلحه یکو میزنی یا زخمی میشه، میخوای خونی از دست نده، از همین بانداژ استفاده میکنی، میزنی خون دیگه از بین نمیره، یعنی خونی از دست نمیده. خب حواست باشین دوتا پاشو به هم وصل نکنین، یا این دوتا پاش وصل میشه دیگه تکون نمیخوره. بعد اینجوری خونی هم از دست نمیده، نمیمیره. واسه همچین مواقعی خوبه اگه میخواین خیلی طبیعی بازی کنین. اینی هم که اینجا میبینیم پینه،
دو نوع پین داره، یکی چوبیه که خب سریع میشکنه، یکی پین آهنیه. یه وسیله مثلا بگیرین میخواین اونو به دیوار میخ کنین، پین یا میخ فرقی هم نمیکنه. مثلا اینی بزنین، روش پین استفاده میکنین، بعد اینا اینجوری میشه، انگاری میخ زدی. چوبی هم همینه، خوبه ولی خب سری میشکنه. یکی دیگه هم اینه، این وسایل رو تو هم دیگه میکنه. مثلا دوتا وسیله است، انتخاب میکنی با اینا، این قسمت بدنش پایین یکی میشه، انگاری میره تو هم دیگه. خب این بود از این قسمت از وسایل. حالا میریم این قسمت آمپولا رو بهتون یاد بدم که هر کدوم چی کار میکنه و به چه دردی میخوره. این آمپولا هر کدوم ویژگی مخصوص به خودشو داره. اولی این آمپول سفیده که می‌بینی، آمپول خالیه کلا، به هر موجودی بزنین خونشو دریافت میکنه. یا با لوله میزنی خونشو میریزی توش، میخوای نمونه بگیری یا کاری بکنی، یا مثلا همینطوری بهش وصل میکنی. حالا با باز لوله بزنی راحت تر، با همینطوری بخوای بزنی 2 ساعت طول میکشه، یا خود طرف رو زخمی میکنی یا آمپولت فرو نمیره. بعدی این سیاه هست، سیاده اسیده، به هر موجودی بزنی گوشت تنش آب میره، نابود میشه. این بنفشه هم که می‌بینی آدرنالینه. این چیکار میکنه؟ اینو باید با این یکی ترکیب کنیم، اگه اشتباه نکنم با این یکی باید ترکیب بکنی. آره با این یکی ترکیب میکنی، بعد طرف انقدر قوی میشه، یعنی ضربه هم بهش بزنی این دیرتر میمیره. این نارنجی که میبینی استخوان خاره، استخونهای اون حیوان یا هر مابی که اسپام میکنین بهش تزریق کنین نابود میشه، اون استخونش پودر میشه، دست و پاش جدا میشه. بعدی زرده که این زرده نمیدونم واقعا چیه. بعد این که آمپول مرگ، به هر چی بزنی موجودی بزنی درجه میمیره. این یکی منجمد میکنه، فریز میشه، این سرجاش همینطوری میمونه، انگاری مثلا عضلاتش صفر شده باشه. این بیهوشی میکنه، طرف بیهوش میشه. این احیا کننده است، یعنی هم زخما رو خوب میکنه هم طرف بمیره، یعنی سقوناش فقط مونده باشه و ترمیم میکنه. مثل ددپول چجوریه، حکم همونه داره، طرف رو بنداز تو مواد مذاب، تو یکی از مپاش مواد مذاب داره، بنداز تو اون، اینو بهش بزن، هی میمیره هی زنده میشه، هی میمیره هی زنده میشه. بعدی این سبز پررنگ است، اینم مثل همونه ولی خب زنده نمیکنه، فقط اون زخمایی که خیلی عمیق نباشن و ترمیم میکنه، کارش همینه، زنده کردن کارش نیست. این هم که میبینیم مسکنه، یعنی هم بیهوشش میکنه، یه جوری آرومش میکنه. اگه وقتی بهش شلیک کرده باشین دیدین دست و پا میزن، اینو بهش بزن آروم میشه، ولی بیهوش نمیشه، اگه دوباره برش داری به گوش میاد. این صورتی هم مخدره، گرمای بدنش انقدر زیاد میکنه هی دست و پا میزنه، انگاری فعالیت بدنش زیاد شده، مثل مخدر میمونه که بعد اگه زیاد بهش تزریق کنی از گرمای زیاد آتیش میگیره میمیره. بعدی هم که میبینین بنفشه کمرنگه که رو هر کدوم موسمو میبرم همونا رو ببینین. بعد این که میبینی بدنش قوی میکنه، اینا رو اسمش نمیشه اولترا استرانگ، که خیلی قویش میکنه، قدرت فوق‌العاده بهش میده. اینو باید با آدرنالین ترکیب کنی، یا اونو جدا لوله بهش وصل کنی، یا اینو جدا بهش لوله وصل کنی که قویش میکنه. این آبی هم یه سری مپ ها مثل همین مپ آب داره، نمیخوای خفه بشه بهش میزنی تا ابد دیگه خفه نمیشه، ولی لوله رو جدا کن دیگه. اینی هم که میبینی زامبیش میکنه، یعنی بهش میزنی طرف زامبی میشه، بعد اون موقع اگه این خونه اینو به یک آدم دیگه انتقال بدی اونم آلوده میشه، یه همچین حالتی داره. دوستان خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه بودین، لایک کامنت و دنبال کردنم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، فعلا.